نشانه های قیامت. علامت های روز قیامت هستند که ما هر روز دچار می شویم. شما و من امکانیت داریم که با آنها تصدیق کنیم که آنها نه تنها رخ می دهند بلکه زود زود تکرار می شوند که آنها آشنا هستند. این علامت ها مثلا با مناسبت های بین آدمان علاقمندند. نسل های بعدی آنهایی که پیش از آنها بودند مورد انتقاد قرار می گیرند. رابطه های عائلوی کنده می شود. باوری گم می شود. کلان سالان رحم را از دست خواهند داد و خرد سالان احترام را. تربیت فرزند از پرورش سگ مشکل تر خواهد بود. آدمان به دیگران از ترس ضرر از آنها توجه ظاهر می کنند. شماره آنهای افزایش خواهند یافت که به نظر دوست می تابند اما در اصل دشمنند. مرد به زن خود اطاعت کرده به مادرش اطاعت نمی کند و دوستان از او دیده به او نزدیکتر می شوند. ناراضگی و به احترامی نسبت همسایه ها پهن می شود. مهربانی و سخاوتمندی فراموش می شود. همه چیز برای پول فروخته می شود. آن چیزی که ما هر روز می بینیم آن را مجبور نمی کنند. برعکس بیایید در خاطر نگاه داریم که در کجایی که جهان سراسیمه نباشد ما برای کرده هایمان جواب می گوییم. حکیمی از محل می گذشت. مردی را دید که چاه میکند. به او گفت با صدق و مهارت زیاد چاه میکنی، پول زیاد میدهند. 3 تنگه. لیکن از این به خودم همگی 1 تنگه میرسد. 1 تاش را برای دادن قرض خرج میکنم و 2مش را قرض میدهم. پس چی ضرورت است که قرض بکنی و باز قرض دهی؟ پرسید حکیم. گپ در آن است که پدرم مرا تربیت کرد و پیر شد. اکنون من وظیفه دارم که او را سرپرستی نمایم و قرضم را بگردانم. به پسرم که هنوز خرد است و به تربیت نیاز دارد 1 تنگه می دهم با امید آن که در پیری قرضش را برگرداند. رفتی پدر جان، تو ای مرد زمان رفتی پدر جان. نمی بینم تو را در روی دنیا، به سوی آسمان رفتی پدر جان. غم این مادری پیرت نخوردی، ورا ماندی چیسان رفتی پدر جان. به یادت مادرم افتاده از پای، به 2 پای روان رفتی پدر جان. نکردی خاطر فرزندهایت، چو 1 نامهربان رفتی پدر جان. به زیر بار اندوه و ملامت بماندی خواهران رفتی پدر جان. همه یاران خود ماندی به غفلت، تو از ما ناگهان رفتی پدر جان. بیا دنیا به من نامهربان است، انیسی مهربان رفتی پدر جان.
تو خاموشی و من فریاد دارم، با دلباری گران رفتی پدر جان. ناید باورم که به تو ماندم، زی دردی به امان رفتی پدر جان. کنون حیران و زار و ناتوانم، تو ای تاب و توان رفتی پدر جان. سفر کردی تو از دنیای فانی، به سوی جاویدان رفتی پدر جان. ندیدم من زی پا افتادنت را، از این دنیا دوان رفتی پدر جان. جوانی مرا از یاد بردی، چرا از ما جوان رفتی پدر جان. چنار سبز باغ خانه بودی، نمیگویم خزان رفتی پدر جان. بدون تو شبم تاریک و سرد است، چو مه بر کهکشان رفتی پدر جان. همیشه با سری بالا تو بودی، نه با قدی کمان رفتی پدر جان. چیسان باور کنم مرگی تو ای وای، چی زود از این جهان رفتی پدر جان. تو ما را هدیه می کردی تبسم، ولی در دل غمان رفتی پدر جان. مدارم رفته از تن بی مدارم، مرا از تن چو جان رفتی پدر جان. با کامم هر چی گیرم تلخ زهر است، تو ای شیرین زبان رفتی پدر جان. تمام خاک دنیا بر سرم باد، به خاک تر نهان رفتی پدر جان. تحمل می کنم درد فراقت، که بهر امتحان رفتی پدر جان. که بهر امتحان رفتی پدر جان. رفتی پدر جان. رفتی پدر جان. اگر دختر دوستت داشته است، همراهش مانند یک دختر کوچگی رفتار نکن. او برای پدر و مادرش یک ناموس است، به مادر و خواهرش یک دختری با عفت است. وقتی همراه هم صحبت میکنی، آوازم را به دوستانت نشنوان. وقتی که از من خواستی که با تو صورت بگیرم، به دوستانت عکسایم را نشان نده. نگو ببین چگونه دختری را در دست دارم. به من احترام داشته باش، مثل ناموس خودت. فرصت شد به طرف خانه میبری، مرد باش، چون که من به تو اعتماد کرده تو را مرد فکر کردم. مثل مرد بر سرم استادگری کن. خودت را به من نزدیک نکن. کار نکن که عزتم را پست کنی. دختر هستم، با یک گلم، جانم، عزیزم و قندم گفتنها هوایی می شوم. و اگر هوایی کردی، نگذار که زمین را ببینم. هر دختر عزت دارد، پس عزتم را مثل حرمت خواهرت نگهدار باش، چون که من هم خواهری یکی و دختری یکی هستم. شاید غرورم به مراتب بالاتر از تو باشد.
اگر واقعا هم دوستم می‌داری، مردانوار و رسما از من خواستگاری کن. اگر فقط به خاطر هوسرانیت کلمه دوستت می‌دارم را دام ساختی، از این کارت دست بردار. من بیراه نیستم، مرا تو بیراه نساز. همیشه این سخنان را در خاطرت نگه دار. روزی از روزها کودک مادرش را اذیت داد و او را خیلی آزار میداد. مادر گفت: به بیرون رو، خداوند جان تو را بگیرد. پسر از در بیرون رفت و مادر نمیدانست که شاید این دعا قبول شود. پسر شتابان بیرون رفت و وارد جاده شد. یکی از ماشین ها به او برخورد کرد. مادر صدای این صدمه را شنید. احساس کرد که چیزی در دلش میزند. پریشان حال بود. دلش میتپید و تمام بدنش را لرزه فرا گرفته بود. میترسید که پاره تنش را از دست بدهد. وقتی نگاه کرد دید که پسرش زندگی را پدرود گفته است. پس بر زمین افتاد و او را به بیمارستان بردند و به چند بیماری گرفتار شد و همیشه میگفت: من پسرم را کشتم، من پسرم را کشتم، بله من پسرم را کشتم. در حق فرزندان خویش همیشه دعای خیر نماید و باور داشته باشید که دعای شما مستجاب می شود. کودک در شعبه جراحی جان به جان آفرین تسلیم می کرد و یکی از جراحان به گوش کودک نزدیک شده خواهش نمود: بچه جان، کلمه شهادت بخوان، جنتی می شوی. بچه سرش را جنبانید اما کلمه را به زبان نیاورد. جراح باز دویم باره سخت‌تر با آهنگ تنبیه تکرار نمود: بچم، سخنانم را رد نکن، کلمه را بگو. سخن آخرانی کسی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله باشد با او دوزخ حرام می گردد. کلمه را بگو. کودک خیلی از حال رفته بود و چشمانش آهسته محکم می شدند. در حالت جاندهی بود و باز سرش را جنبانید اما کلمه را باز هم به زبان نیاورد. در این وقت جراح سیوم باره از کودک التماس کلمه گفتن کرد: جان و جیگرم باشی، بچه جان، کلمه را به زبان آر، یک دوزخی نگردی. بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. کودک تمام هستیش را جمع نموده کلمه را گفت: لا اله الا الله و محمدا رسول الله. پس از این کودک جان سپرید. کلمه گفتنی جگربندش را مادرش شنیده فریاد زنان گریه کرد. جراح از مادر کودک پرسید: برای چی فرزندتان وقتی 2 مرتبه مراجعت کردنم کلمه را به زبان نیاورد؟ مادر کودک با اشکان 6 قطار جواب داد: فرزندی من بی زبان بود، سخن گفته نمی توانست. شیطان میگوید: کسی که صدای اذان را شنیده نماز نخواند، او پدری من است. اگر ثروت و نان را اسراف کند، او برادری من است. اگر از امام پیشتر به رکوع رود، او پسری من است. اگر به خاندانش مهمان آید و حرمت و احترام نکند، او مادری من است. زنی که لباسی برهنه پوشیده خود را در بین خلق نمایش می دهد، او همسری با وفای من است.
زنی که از حد زیاد خود را آرا و تارا می دهد او معشوقه من است. اگر پیش از خوردن طعام بسم الله الرحمن الرحیم نگوید او آینده درخشان من است. کسی که به مال و ثروت دنیا داده شده آخرت خود را فراموش کرده است او فرزند من است. این گفته های مرا کسی به دیگران نرساند او دوستی وفاداری من است. اگر این گفته های مرا کسی به دیگران میرساند او دشمنی من است. جوان خانه‌دار شد. روز دوم خانه‌داری دوستان جوان یک گوسفند پوست کنده را آوردند. جوان به همسرش امر نمود که گوسفند را پخته برای او و دوستانش طعام آماده نماید. زن گفت من مهارت پختن گوسفند را ندارم. جوانمرد در غضب شده گفت که لباس ها و چیز و چارت را جمع کن و به خانه پدرت برگرد. با من زنی نوعهده برا لازم نیست. جوان زن را نزد پدرش آورد و گفت اول به دخترتان پخت و پز را آموزید و بعد به شوهر دهید. چون پدر قصه را شنید گفت باکی نیست، خودی حاضر من با مادرش پختن گوسفند را به دخترمان می آموزیم. بخیز از آغل یک گوسفند را بیار و آن را کشته از پوستش جدا کن. ما دیگ و آتشدان را تیار میکنیم. جوان گفت من گوسفند را کشته نمیتوانم. پدر دختر گفت این طور که باشد برو، اول با پدر و مادرت بگوی که سر اول به تو مهارت مردانگی را آموزند، پس در مهارت زنانه همسرت عیب بجوی. چونین است حالت هر یکی ما. خود کامل نیستیم ولی در جستن عیب دیگران مهارت بلند داریم. زن و شوهر نشسته بودند و یک شوهر به همسرش گفت میخواهم بعد از چندین سال زندگی یک جایمان پدر، مادر، برادران و خواهرانم را فردا شب جمع کنم و مهمانداری نمایم. تو را زحمت میدهم عزیزم تا خوراک و خورش های لذیذ بهرشان آماده نمایی. زن کمی با فکر فرو رفت و گفت انشاءالله بخیر می شود. مرد گفت پس من می روم، به خانوادم اطلاع می دهم تا فردا خانه ما به مهمانی بیایند. روزی بعدی مرد به کارش رفت و بعد از برگشتن به منزل به همسرش گفت خانوادم حالا می رسند، غذای شام را آماده کرده یا نه؟ زن گفت نه، خسته بودم، حوصله نداشتم تا خوراک آماده کنم. آخر خانواده تو بیگانه نیستند که یک چیزی اندکی تیار میکنیم کفایه. مرد گفت خدا تو را ببخشد،
چرا از دیروز با من نگفتی که نمیتوانم غذا آماده کنم؟ آخر حاضر میرسند مهمانان من چیکار میکنم؟ زن گفت با آنها زنگ بزن و عذرخواهی کن، یعنی که امشب نآیند. آنها بیگانه نیستند که تو را میفهمند. مرد با ناراحتی از خانه بیرون شد. بعد از چند دقیقه در خانه تق تق شد و زن رفته در را باز کرد و پدر و مادر، خواهران و برادران خودش را دید که داخل خانه شدند. پدرش از او پرسید که داماد کجاست؟ زن گفت همین حالا از خانه خارج شد. پدر گفت دیروز شوهرت خانه ما آمده ما را برای غذای شام امشام دعوت کرد، مگر می شود که در خانه نباشد؟ زن حیران و پریشان شد و فهمید که غذایی که باید می پخت برای خانواده خودش بود، نه خانواده شوهرش. در حال با شوهرش زنگ زده به او گفت که چرا زودتر با من نگفتی که خانواده مرا برای غذای شام دعوت کرده بودی؟ مرد گفت خانواده من با خانواده تو فرق با هم ندارند. مهمان عطای خداست. می بایست با خواهش و هوس تمام دسترخوان آماده نموده خوراک تیار می کرده. زن گفت خواهش میکنم، هیچ چیز در خانه نداریم، لطفاً زودتر بیا و همچنین خرید کرده بیا. مرد گفت جای کار دارم و به خانه دیر می آیم. اینها هم خانواده تو هستند؟ فرق نمی کند، یک چیزی اندکی تیار کن برایشان بده، همان طوری که می خواستی برای خانواده من بدهی. این درسی است برای تو که خانوادم را احترام بگذاری، پس با مردم همان طور معامله کن که برای خودت دوست داری. از تو یک ساعت جدایی خوش نمی آید مرا، با دیگر کس آشنایی خوش نمی آید مرا. گوییم رفت زین در و سلطانی وقتی خیش باش، بعدی سلطانی گدایی خوش نمی آید مرا. چاکرانت را نمی گویم که خاکی آن درم، با بزرگان خود ستایی خوش نمی آید مرا. گفتمش در آبی آرز عکس رویت را نما، گفت هر دم خود نمایی خوش نمی آید مرا. از لبی لعلت نپرهیزم به دوری آن دو چشم، پیش مستان پارسایی خوش نمی آید مرا. منکری زهدم بر رویت تا نظرباز آمدم، پاک بازم من دغایی خوش نمی آید مرا. صوفیان گویند چون ما خیز و در رقصا کمال، حالتی وجدی ریایی خوش نمی آید مرا.
اون سرویناز رفت به گلشن، نظر کنید. در باغ گل برآمد و سوسن، نظر کنید. گل را ز شوق نکهت آن پیرهن چو من، صد داغی خون به گوشه دامن، نظر کنید. آتشکده است جان من از سوز سینه، آه دودی که درگذشت ز روزن، نظر کنید. او دیده است روشن اگر برقع افکند، ای عاشقان به دیده روشن، نظر کنید. آنها که می کنند لبت آرزو کمال، گو در حلاوت سخن من، نظر کنید. یاری ما سروی بلند است، بگوییم بلند. پست گفتن سخن از بیم رقیبان تا چند. دامنش دیر به دستم فتد و حلقه زلف، نتوان زود گرفت آهوی مشکین به کمند. تیرهای دیگرش بر دل اگر آید حیف، آن چی خاکیست چرا بر من خاکی نفکند. دلی صد پاره به مرهم نشود چاره پذیر، جام نازک چو شکستند نگیرد پیوند. گفته ای کاری دلت بسته ای آن زلف دوتاست، کاری توست این همه بر زلف دلاویز مبند. گر 200 قرن بجویند نیابند کمال، بلبل چون تو خوش الحان به چمنهای خجند. بعد از این روز آشکارا دوست می دارم تو را. از تو چون پوشم نگاه را، دوست می دارم تو را. در وجودی من زی هستی هر سری مویی که هست، دوست می دارد مرا تا دوست می دارم تو را. خواه در دل باش ساکین، خواه در جان شو مقیم. گر در این جایی ور آن جا، دوست می دارم تو را. آرم آید پیش سرو و لاله رفتن در چمن، تا بدان رخسار و بالا دوست می دارم تو را.
گر نباشی دوست دارم، دوست دارم همچنان، زان که من به این تمنا دوست می دارم تو را. دیده و دیل هر یک تنها تو را دارند دوست، خود منی بی دل نه تنها دوست می دارم تو را. گفته ای خون ریزمت تا دشمنم داری کمال، من خود از بحری چنین ها دوست می دارم تو را. به نام خداوندی بخشاینده و مهربان. خداوند دهان ما را به واسطه نقاب پوشانید، زیرا او از بدگویی، دروغگویی، تهمت و محکومیت ما خسته شد. او به طبیعت امکانیت داد که بدون ما نفس گیرد. خداوند ما را مجبور ترسانید و پنهان کرد، چون که ما الکی از ترس او دور گشته بودیم. او ما را مجبور کرد که دست خود را بشویی و با دستان پاک به دهانمان نان رسانی. درهای بازداشته در مسجدها، چون که بعضی از ما تا این دم به آنجا برای نمایش می رفتیم. ما فراموش کردیم که تنها او بزرگ است. امروز او هم ثروتمند و هم کم بضاعت، راهبر و کارگر را برابر کرد. کسانی که سواره و کسانی که پیاده می گشتند، حالا ما برابریم و همه در خانه نشستیم. او ما را مجبور در خانه ها محکم کرد و نشان داد که او کیست و ما کیستیم، در حالی که بعضی از ما الکی خود را استغفر الله خدا حساب می کردیم. او از هر یکی ما ناوابسته از دین، ملت نشان داد که فکر کنیم، به مانند آنی که در جمهوری خلقی خیتای در عرفه سال نو خود، در مسیحیان در عرفه پسخه و در مردم مسلمان در ماه شریف رمضان. ما از معاشرت انسانی دور شدیم و راضی بودیم که در شبکه‌های اجتماعی وقتی بسیاری خود را گذرانیم و پس از وبا ما معاشرتی زنده را قدر خواهیم کرد. ما
حیوانها را کشتیم که جایگاهی آنها در روی زمین است به مانند ما. حالا ما پوشیده ایم. حیوانها در آزادی اند و کسی به آنها دست نمی رساند. اکنون آنها آزادی دارند و ما بسته ایم. نشانه های قیامت. علامت های روز قیامت هستند که ما هر روز دچار می شویم. شما و من امکانیت داریم که با آنها تصدیق کنیم که آنها نه تنها رخ می دهند بلکه زود زود تکرار می شوند که آنها آشنا هستند. این علامت ها مثلا با مناسبت های بین آدمان علاقمندند. نسل های بعدی آنهایی که پیش از آنها بودند مورد انتقاد قرار می گیرند. رابطه های عائلوی کنده می شود. باوری گم می شود. کلان سالان رحم را از دست خواهند داد و خرد سالان احترام را. تربیت فرزند از پرورش سگ مشکل تر خواهد بود. آدمان به دیگران از ترس ضرر از آنها توجه ظاهر می کنند. شماره آنهای افزایش خواهند یافت که به نظر دوست می تابند اما در اصل دشمنند. مرد به زن خود اطاعت کرده به مادرش اطاعت نمی کند و دوستان از او دیده به او نزدیکتر می شوند. ناراضگی و به احترامی نسبت همسایه ها پهن می شود. مهربانی و سخاوتمندی فراموش می شود. همه چیز برای پول فروخته می شود. آن چیزی که ما هر روز می بینیم آن را مجبور نمی کنند. برعکس بیایید در خاطر نگاه داریم که در کجایی که جهان سراسیمه نباشد ما برای کرده هایمان جواب میگوییم. حکیمی از محل میگذشت. مردی را دید که چاه میکند. به او گفت با صدق و مهارت زیاد چاه میکنی، پول زیاد میدهند. 3 تنگه. لیکن از این به خودم همگی 1 تنگه میرسد. 1 تاش را برای دادن قرض خرج میکنم و 2مش را قرض میدهم. پس چی ضرورت است که قرض بکنی و باز قرض دهی؟ پرسید حکیم. گپ در آن است که پدرم مرا تربیت کرد و پیر شد. اکنون من وظیفه دارم که او را سرپرستی نمایم و قرضم را بگردانم. به پسرم که هنوز خرد است و به تربیت نیاز دارد 1 تنگه می دهم با امید آن که در پیری قرضش را برگرداند. ستون خاندان رفتی پدر جان، تو ای مرد زمان رفتی پدر جان. نمی بینم تو را در روی دنیا، به سوی آسمان رفتی پدر جان. غم این مادری پیرت نخوردی،
ورا ماندی چیسان رفتی پدر جان. به یادت مادرم افتاده از پای، به دو پای روان رفتی پدر جان. نکردی خاطر فرزندهایت، چو یک نامهربان رفتی پدر جان. به زیر بار اندوه و ملامت بماندی خواهران رفتی پدر جان. همه یاران خود ماندی به غفلت، تو از ما ناگهان رفتی پدر جان. بیا دنیا به من نامهربان است، انیسی مهربان رفتی پدر جان. تو خاموشی و من فریاد دارم، به دلباری گران رفتی پدر جان. ناید باورم که به تو ماندم، زی دردی به امان رفتی پدر جان. کنون حیران و زار و ناتوانم، تو ای تاب و توان رفتی پدر جان. سفر کردی تو از دنیای فانی، به سوی جاویدان رفتی پدر جان. ندیدم من زی پا افتادنت را، از این دنیا دوان رفتی پدر جان. جوانی مرا از یاد بردی، چرا از ما جوان رفتی پدر جان. چنار سبز باغ خانه بودی، نمیگویم خزان رفتی پدر جان. بدون تو شبم تاریک و سرد است، چو مه بر کهکشان رفتی پدر جان. همیشه با سر بالا تو بودی، نه با قد کمان رفتی پدر جان. چیسان باور کنم مرگ تو ای وای، چی زود از این جهان رفتی پدر جان. تو ما را هدیه می کردی تبسم، ولی در دل غمان رفتی پدر جان. مدارم رفته از تن به مدارم، مرا از تن چو جان رفتی پدر جان. به کامم هر چی گیرم تلخ زهر است، تو ای شیرین زبان رفتی پدر جان. تمام خاک دنیا بر سرم باد، به خاک تر نهان رفتی پدر جان. تحمل می کنم درد فراقت، که بهر امتحان رفتی پدر جان. که بهر امتحان رفتی پدر جان. رفتی پدر جان. رفتی پدر جان. اگر دختر دوستت داشته است، همراهش مانند یک دختر کوچگی رفتار نکن. او برای پدر و مادرش یک ناموس است، به مادر و خواهرش یک دختری با عفت است. وقتی همراه هم صحبت میکنی، آوازم را به دوستانت نشنوان. وقتی که از من خواستی که با تو صورت بگیرم، به دوستانت عکسایم را نشان نده. نگو ببین چگونه دختری را در دست دارم. به من احترام داشته باش، مثل ناموس خودت. فرصت شد به طرف خانه میبری، مرد باش، چون که من به تو اعتماد کرده تو را مرد فکر کردم. مثل مرد بر سرم استادگری کن، خودت را به من نزدیک نکن.
کار نکن که عزتم را پست کنی. دختر هستم، با یک گلم، جانم، عزیزم و قندم گفتنها هوایی می شوم و اگر هوایی کردی نگذار که زمین را ببینم. هر دختر عزت دارد، پس عزتم را مثل حرمت خواهرت نگهدار باش، چون که من هم خواهری یکی و دختری یکی هستم. شاید غرورم به مراتب بالاتر از تو باشد. اگر واقعا هم دوستم می‌داری، مردانوار و رسما از من خواستگاری کن. اگر فقط به خاطر هوسرانیت کلمه دوستت می‌دارم را دام ساختی، از این کارت دست بردار. من بیراه نیستم، مرا تو بیراه نساز. همیشه این سخنان را در خاطرت نگه دار. روزی از روزها کودک مادرش را اذیت داد و او را خیلی آزار میداد. مادر گفت: به بیرون رو، خداوند جان تو را بگیرد. پسر از در بیرون رفت و مادر نمیدانست که شاید این دعا قبول شود. پسر شتابان بیرون رفت و وارد جاده شد. یکی از ماشین ها به او برخورد کرد. مادر صدای این صدمه را شنید، احساس کرد که چیزی در دلش میزند. پریشان حال بود، دلش میتپید و تمام بدنش را لرزه فرا گرفته بود. میترسید که پاره تنش را از دست بدهد. وقتی نگاه کرد دید که پسرش زندگی را پدرود گفته است. پس بر زمین افتاد و او را به بیمارستان بردند و به چند بیماری گرفتار شد و همیشه میگفت: من پسرم را کشتم، من پسرم را کشتم، بله من پسرم را کشتم. در حق فرزندان خویش همیشه دعای خیر نماید و باور داشته باشید که دعای شما مستجاب می شود. کودک در شعبه جراحی جان به جان آفرین تسلیم می کرد و یکی از جراحان به گوش کودک نزدیک شده خواهش نمود: بچه جان، کلمه شهادت بخوان، جنتی می شوی. بچه سرش را جنبانید اما کلمه را به زبان نیاورد. جراح باز دویم باره سخت‌تر با آهنگ تنبیه تکرار نمود: بچم، سخنانم را رد نکن، کلمه را بگو. سخن آخرانی کسی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله باشد، با او دوزخ حرام می گردد. کلمه را بگو. کودک خیلی از حال رفته بود و چشمانش آهسته محکم می شدند. در حالت جاندهی بود و باز سرش را جنبانید اما کلمه را باز هم به زبان نیاورد. در این وقت جراح سیوم باره از کودک التماسی کلمه گفتن کرد: جان و جیگرم باشی، بچه جان، کلمه را به زبان آر، یک دوزخی نگردی. بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. کودک تمام هستیش را جمع نموده کلمه را گفت: لا اله الا الله و محمدا رسول الله. پس از این کودک جان سپرید. کلمه گفتنی جگربندش را مادرش شنیده فریاد زنان گریه کرد. جراح از مادر کودک پرسید: برای چی فرزندتان وقتی 2 مرتبه مراجعت کردنم کلمه را به زبان نیاورد؟ مادر کودک با اشکان 6 قطار جواب داد: فرزندی من بی زبان بود، سخن گفته نمی توانست.
شیطان میگوید کسی که صدای اذان را شنیده نماز نخواند او پدری من است. اگر ثروت و نان را اسراف کند او برادری من است. اگر از امام پیشتر به رکوع رود او پسری من است. اگر به خاندانش مهمان آید و حرمت و احترام نکند او مادری من است. زنی که لباس برهنه پوشیده خود را در بین خلق نمایش می دهد او همسری با وفای من است. زنی که از حد زیاد خود را آرا و تارا می دهد او معشوقه من است. اگر پیش از خوردن طعام بسم الله الرحمن الرحیم نگوید او آینده درخشانی من است. کسی که به مال و ثروت دنیا داده شده آخرت خود را فراموش کرده است او فرزندی من است. این گفته های مرا کسی به دیگران نرساند او دوستی وفاداری من است. اگر این گفته های مرا کسی به دیگران میرساند او دشمنی من است. جوان خانه‌دار شد. روز دوم خانه‌داری دوستان جوان یک گوسفند پوست کنده را آوردند. جوان به همسرش امر نمود که گوسفند را پخته برای او و دوستانش طعام آماده نماید. زن گفت من مهارت پختن گوسفند را ندارم. جوانمرد در غضب شده گفت که لباس ها و چیز و چارت را جمع کن و به خانه پدرت برگرد. با من زنی نوعهده برا لازم نیست. جوان زن را نزد پدرش آورد و گفت اول به دخترتان پخت و پز را آموزید و بعد به شوهر دهید. چون پدر قصه را شنید گفت باکی نیست، خودی حاضر من با مادرش پختن گوسفند را به دخترمان می آموزیم. بخیز از آغل یک گوسفند را بیار و آن را کشته از پوستش جدا کن. ما دیگ و آتشدان را تیار میکنیم. جوان گفت من گوسفند را کشته نمیتوانم. پدر دختر گفت این طور که باشد برو، اول با پدر و مادرت بگوی که سر اول به تو مهارت مردانگی را آموزند، پس در مهارت زنانه همسرت عیب بجوی. چونین است حالت هر یکی ما. خود کامل نیستیم ولی در جستن عیب دیگران مهارت بلند داریم. زن و شوهر نشسته بودند و یک شوهر به همسرش گفت میخواهم بعد از چندین سال زندگی یک جایمان پدر، مادر، برادران و خواهرانم را فردا و شب جمع کنم و مهمانداری نمایم. تو را زحمت میدهم عزیزم تا خوراک و خورش های لذیذ بهرشان آماده نمایی. زن کمی با فکر فرو رفت و گفت انشاءالله بخیر می شود. مرد گفت پس من می روم.
به خانوادم اطلاع می دهم تا فردا خانه ما به مهمانی بیایند. روزی بعدی مرد به کارش رفت و بعد از برگشتن به منزل به همسرش گفت خانوادم حالا می رسند، غذای شام را آماده کرده ای یا نه؟ زن گفت نه، خسته بودم، حوصله نداشتم تا خوراک آماده کنم. آخر خانواده تو بیگانه نیستند که یک چیزی اندکی تیار میکنیم کفایه. مرد گفت خدا تو را ببخشد، چرا از دیروز به من نگفتی که نمیتوانم غذا آماده کنم؟ آخر حاضر میرسند مهمانان من چیکار میکنم؟ زن گفت با آنها زنگ بزن و عذرخواهی کن، یعنی که امشب نآیند. آنها بیگانه نیستند که تو را میفهمند. مرد از خانه بیرون شد. بعد از چند دقیقه در خانه تق تق شد و زن رفته در را باز کرد و پدر و مادر، خواهران و برادران خودش را دید که داخل خانه شدند. پدرش از او پرسید که داماد کجاست؟ زن گفت همین حالا از خانه خارج شد. پدر گفت دیروز شوهرت خانه ما آمده ما را برای غذای شام امشام دعوت کرد، مگر می شود که در خانه نباشد؟ زن حیران و پریشان شد و فهمید که غذایی که باید می پخت برای خانواده خودش بود، نه خانواده شوهرش. در حال با شوهرش زنگ زده به او گفت که چرا زودتر با من برای غذای شام دعوت کرده بودی؟ مرد گفت خانواده من با خانواده تو فرق با هم ندارند. مهمان عطای خداست. می باید با خواهش و هوس تمام دسترخوان آماده نموده خوراک تیار می کرده. زن گفت خواهش میکنم، هیچ چیز در خانه نداریم، لطفاً زودتر بیا و همچنین خرید کرده بیا. مرد گفت جای کار دارم و به خانه دیر می آیم. اینها هم خانواده تو هستند؟ فرق نمی کند، یک چیزی اندکی تیار کن برایشان بده، همان طوری که می خواستی برای خانواده من بدهی. این درسی است برای تو که خانوادم را احترام بگذاری، پس با مردم همان طور معامله کن که برای خودت دوست داری. از تو یک ساعت جدایی خوش نمی آید مرا، با دیگر کس آشنایی خوش نمی گویم رفت. زین در و سلطانی وقتی خیش باش، بعدی سلطانی گدایی خوش نمی آید مرا. چاکرانت را نمی گویم که خاکی آن درم، با بزرگان خود ستایی خوش نمی آید مرا. گفتمش در آبی آرز عکس رویت را نما، گفت هر دم خود نمایی خوش نمی آید مرا. از لبی لعلت نپرهیزم به دوری آن دو چشم، پیش مستان پارسایی خوش نمی آید مرا. منکری زهدم بر رویت
تا نظر باز آمدم، پاک بازم من، دغایی خوش نمی آید مرا. صوفیان گویند چون ماخ کمال، حالتی وجدی ریایی خوش نمی آید مرا. آن سرویناز رفت به گلشن، نظر کنید، در باغ گل برآمد و سوسن، نظر کنید. گل را ز شوق نکهت آن پیرهن چو من، صد داغی خون به گوشه دامن، نظر کنید. آتشکده است جان من از سوز سینه، آه دودی که درگذشت ز روزن، نظر کنید. او دیده است روشن اگر برقع افکند، ای عاشقان به دیده روشن، نظر کنید. آنها که می کنند لبت آرزو کمال، گو در حلاوت سخنی من، نظر کنید. یاری ما سروی بلند است، بگوییم بلند، پست گفتن سخن از بیم رقیبان تا چند. دامنش دیر به دستم فتد و حلقه زلف، نتوان زود آهوی مشکین به کمند. تیرهای دیگرش بر دل اگر آید حیف، آن چی خاکیست چرا بر من خاکی نفکند. دلی صد پاره به مرهم نشود چاره پذیر، جام نازک چو شکستند نگیرد پیوند. گفته ای کاری دلت ای آن زلف دوتاست، کاری توست این همه بر زلف دلاویز. گر 200 قرن بجویند نیابند کمال، بلبل چون تو خوش الحان به چمنهای خجند. بعد از این روز آشکارا دوست می دارم تو را، از تو چون پوشم نگاه را، دوست می دارم تو را. در وجودی من زی هستی
هر سری مویی که هست دوست می دارد مرا تا دوست می دارم تو را. خواه در دل باش ساکین، خواه در جان شو مقیم، گر در این جایی وران جا دوست می دارم تو را. آرم آید پیش سرو و لاله رفتن در چمن، تا بدان رخسار و بالا دوست می دارم تو را. گر نباشی دوست دارم، دوست دارم همچنان، زان که من به این تمنا دوست می دارم تو را. دیده و دل هر یک تنها تو را دارند دوست، خود منی بی دل نه تنها دوست می دارم تو را. گفته خون ریزمت تا دشمنم داری کمال، من خود از بهر چنین ها دوست می دارم تو را. به نام خداوندی بخشاینده و مهربان. خداوند دهان ما را به واسطه نقاب پوشانید، زیرا او از بدگویی، دروغگویی، تهمت و محکومیت ما خسته شد. او به طبیعت امکانیت داد که بدون ما نفس گیرد. خداوند ما را مجبور ترسانید و پنهان کرد، چون که ما الکی از ترس او دور گشته بودیم. او ما را مجبور کرد که دست خود را بشویی و با دستان پاک به دهان نشانه های قیامت. علامت های روز قیامت هستند که ما هر روز دچار می شویم. شما و من امکانیت داریم که با آنها تصدیق کنیم که آنها نه تنها رخ می دهند، بلکه زود زود تکرار می شوند که آنها آشنا هستند. این علامت ها مثلا با مناسبت های بین آدمان علاقمندند. نسل های بعدی، آنهایی که پیش از آنها بودند، مورد انتقاد قرار می گیرند. رابطه های عائلوی کنده می شود، باوری گم می شود. کلان سالان رحم را از دست خواهند داد و خرد سالان احترام را. تربیت فرزند از پرورش سگ مشکل تر خواهد بود. آدمان به دیگران از ترس ضرر از آنها توجه ظاهر می کنند. شماره آنهای افزایش خواهند یافت که به نظر دوست می تابند، اما در اصل دشمنند. مرد به زن خود اطاعت کرده به مادرش اطاعت نمی کند و دوستان از او دیده به او نزدیکتر می شوند. ناراضگی و به احترامی نسبت همسایه ها پهن می شود. مهربانی و سخاوتمندی فراموش می شود. همه چیز برای پول
فروخته می شود. می بینیم آن را مجبور نمی کنند، برعکس. بیایید در خاطر نگاه داریم که در کجایی که جهان سراسیمه نباشد، ما برای کرده هایمان جواب می گوییم. حکیمی از محل می گذشت. مردی را دید که چاه میکند. به او گفت با صدق و مهارت زیاد چاه میکنی، پول زیاد میدهند. 3 تنگه. لیکن از این به خودم همگی 1 تنگه میرسد. 1 تاش را برای دادن قرض خرج میکنم و 2مش را قرض میدهم. پس چی ضرورت است که قرض بکنی و باز قرض دهی؟ پرسید حکیم. گپ در آن است که پدرم مرا تربیت کرد و پیر شد. اکنون من وظیفه دارم که او را سرپرستی نمایم و قرضم را بگردانم. به پسرم که هنوز خرد است و به تربیت نیاز دارد 1 تنگه می دهم، با امید آن که در پیری قرضش را برگرداند. ستون خاندان رفتی پدر جان، تو ای مرد زمان رفتی پدر جان. نمی بینم تو را در روی دنیا، به سوی آسمان رفتی پدر جان. غم این مادری پیرت نخوردی، ورا ماندی چیسان رفتی پدر جان. به یادت مادرم افتاده از پای، به 2 پای روان رفتی پدر جان. نکردی خاطر فرزندهایت، چو 1 نامهربان رفتی پدر جان. به زیر بار اندوه و ملامت بماندی خواهران رفتی پدر جان. همه یاران خود ماندی به غفلت، تو از ما ناگهان رفتی پدر جان. بیا دنیا به من نامهربان است، انیسی مهربان رفتی پدر جان. تو خاموشی و من فریاد دارم، به دلباری گران رفتی پدر جان. ناید باورم که به تو ماندم، زی دردی به امان رفتی پدر جان. کنون حیران و زار و ناتوانم، تو ای تاب و توان رفتی پدر جان. سفر کردی تو از دنیای فانی، به سوی جاویدان رفتی پدر جان. ندیدم من زی پا افتادنت را، از این دنیا دوان رفتی پدر جان. جوانی مرا از یاد بردی، چرا از ما جوان رفتی پدر جان. چنار سبز باغ خانه بودی، نمی گویم خزان رفتی پدر جان. بدون تو شبم تاریک و سرد است، چو مه بر کهکشان رفتی پدر جان. همیشه با سر بالا تو بودی، نه با قد کمان رفتی پدر جان. چیسان باور کنم مرگ تو ای وای، چی زود از این جهان رفتی پدر جان.
تو ما را هدیه می کردی تبسم، ولی در دل غمان رفتی پدر جان. مدارم رفته از تن بی مدارم، مرا از تن چو جان رفتی پدر جان. با کامم هر چی گیرم تلخ زهر است، تو ای شیرین زبان رفتی. تمام خاک دنیا بر سرم باد، به خاک تر نهان رفتی پدر جان. تحمل می کنم درد فراقت، که بهر امتحان رفتی پدر جان. که بهر امتحان رفتی پدر جان. رفتی پدر جان. رفتی پدر جان. اگر دختر دوستت داشته است، همراهش مانند یک دختر کوچگی رفتار نکن. او برای پدر و مادرش یک ناموس است، به مادر و خواهرش یک دختری با عفت است. وقتی همراه هم صحبت میکنی، آوازم را به دوستانت نشنوان. وقتی که از من خواستی که با تو صورت بگیرم، به دوستانت عکسایم را نشان نده. نگو ببین چگونه دختری را در دست دارم. به من احترام داشته باش، مثل ناموس خودت. فرصت شد به طرف خانه میبری، مرد باش. چون که من به تو اعتماد کرده تو را مرد فکر کردم. مثل مرد بر سرم استادگری کن. خودت را به من نزدیک نکن. کار نکن که عزتم را پست کنی. دختر هستم، با یک گلم، جانم، عزیزم و قندم گفتنها هوایی می شوم. و اگر هوایی کردی، نگذار که زمین را ببینم. هر دختر عزت دارد، پس عزتم را مثل حرمت خواهرت نگهدار باش. چون که من هم خواهری یکی و دختری یکی هستم. شاید غرورم به مراتب بالاتر از تو باشد. اگر واقعا هم دوستم می‌داری، مردانوار و رسما از من خواستگاری کن. اگر فقط به خاطر هوسرانیت کلمه دوستت می‌دارم را دام ساختی، از این کارت دست بردار. من بیراه نیستم، مرا تو بیراه نساز. همیشه این سخنان را در خاطرت نگه دار. اذیت داد و او را خیلی آزار میداد. مادر گفت به بیرون رو، خداوند جان تو را بگیرد. پسر از در بیرون رفت و مادر نمیدانست که شاید این دعا قبول شود. پسر شتابان بیرون رفت و وارد جاده شد. یکی از ماشین ها به او برخورد کرد. مادر صدای این صدمه را شنید. احساس کرد که چیزی در دلش میزند. پریشان حال بود. دلش میتپید و تمام بدنش را لرزه فرا گرفته بود. میترسید که پاره تنش را از دست بدهد. وقتی نگاه کرد دید که پسرش
зиндагиро падруд гуфтааст. пас бар замин афтоду ва ӯро ба бемористон бурданд ва ба чанд беморие гирифтор шуд ва ҳамеша мегуфт: ман писарамро куштам, ман писарамро куштам, бале ман писарамро куштам. дар ҳаққи фарзандони хеш ҳамеша дуои хайр намоед ва бовар дошта бошед ки дуои шумо мустаҷоб мешавад. кӯдаке дар шӯъбаи ҷарроҳӣ ҷон ба ҷонофарин таслим мекард ва яке аз ҷарроҳон ба гӯши кӯдак наздик шуда хоҳиш намуд: бачаҷон, калимаи шаҳодат бихон, ҷаннатӣ мешавӣ. бача сарашро ҷунбонид, аммо калимаро ба забон наёвард. ҷарроҳ боз дуюмбора сахттар бо оҳанги танбеҳ такрор намуд: бачам, суханонамро рад накун, калимаро бигӯ. сухани охирони касе ашҳаду ан ла илаҳаиллаллоҳ ва ашҳаду анна муҳаммадан расулуллоҳ бошад, ба ӯ дӯзах ҳаром мегардад. калимаро бигӯ. кӯдак хеле аз ҳол рафта буд ва чашмонаш оҳиста маҳкам мешуданд. дар ҳолати ҷондиҳӣ буд ва боз сарашро ҷунбонид, аммо калимаро боз ҳам ба забон наёвард. дар ин вақт ҷарроҳ сеюмбора аз кӯдак илтимоси калима гуфтан кард: ҷону ҷигарам бошӣ, бачаҷон, калимаро ба забон ор, яке дӯзахӣ нагардӣ. бигӯ: ашҳаду ан ла илаҳаиллаллоҳ ва ашҳаду анна муҳаммадан расулуллоҳ. калимаро гуфт: ла илаҳаиллаллоҳу муҳаммадан расулуллоҳ. пас аз ин кӯдак ҷон супорид. калима гуфтани ҷигарбандашро модараш шунида фарёд занон гирья кард. ҷарроҳ аз модари кӯдак пурсид: барои чӣ фарзандатон вақти 2 маротиба муроҷиат карданам калимаро ба забон наёвард? модари кӯдак бо ашкони 6 қатор ҷавоб дод: фарзанди ман безабон буд, сухан гуфта наметавонист. شیطان میگوید کسی که صدای اذان را شنیده نماز نخواند او پدری من است. اگر ثروت و نان را اسراف کند او برادری من است. اگر از امام پیشتر به رکوع رود او پسری من است. اگر به خاندانش مهمان آید او حرمت و احترام نکند او مادری من است. زنی که لباسی برهنه پوشیده خود را در بین خلق نمایش می دهد او همسری با وفای من است. زنی که از حد زیاد او معشوقه من است. اگر پیش از خوردن طعام بسم الله الرحمن الرحیم نگوید او آینده درخشانی من است. کسی که به مال و ثروت دنیا داده شده آخرت خود را فراموش کرده است او فرزندی من است. این گفته های مرا کسی به دیگران نرساند او دوستی وفاداری من است. اگر این گفته های مرا کسی به دیگران میرساند او دشمنی من است. ҷавоне хонадор шуд. рӯзи дуввуми хонадорӣ дӯстони ҷавон як гӯсфанди пӯсткандаро оварданд. ҷавон ба ҳамсараш амр намуд ки гӯсфандро пухта барои ӯ ва дӯстонаш таом омода намояд. зан гуфт: ман маҳорати пухтани гӯсфандро надорам. ҷавонмард
дар ғазаб шуда гуфт ки либосҳо ва чизу чорат ро ҷамъ куну ба хонаи падарат баргард. ба ман зани ноӯҳдабаро лозим нест. ҷавон занро назди падараш оварду гуфт: аввал ба духтаратон пухтупазро омӯзеду баъд ба шавҳар диҳед. чун падар қиссаро шунид, гуфт: боке нест, худи ҳозир ман бо модараш пухтани гӯсфандро ба духтарамон меомӯзем. бихез, аз оғил як гӯсфандро биёр ва онро кушта аз пӯсташ ҷудо кун. мо дегу оташдонро тайёр мекунем. ҷавон гуфт: ман гӯсфандро кушта наметавонам. падари духтар гуфт: ин тавр ки бошад, бирав. аввал ба падару модарат бигӯй ки сараввал ба ту маҳдонагиро омӯзанд. пас дар маҳорати занонаи ҳамсарат айб биҷӯй. чунин аст ҳолати ҳар яки мо. худ комил нестем, вале дар ҷустани айби дигарон маҳорати баланд дорем. нишаста буданд ва яке шавҳар баъд аз чандин соли зиндагӣ якҷоя монд. падар, модар, бародарон ва хоҳаронамро фарду шаб ҷамъ кунам ва меҳмондорӣ намоям. туро заҳмат медиҳам азизам, то хӯроку хӯришҳои лазиз баҳрашон омода намоӣ. зан каме ба фикр фурӯ рафту гуфт: иншоаллоҳ ба хайр мешавад. мард гуфт: пас ман меравам. ба хонаводаам иттилоъ медиҳам, то фарду хонаи мо ба меҳмонӣ биёянд. рӯзи баъдӣ мард ба кораш рафт ва баъд аз баргаштан ба манзил ба ҳамсараш гуфт: хонаводаам ҳоло мерасанд, ғизои шомро омода кардаӣ ё на? зан гуфт: не, хаста будам, ҳавсала надоштам то хӯрок омода кунам. охир хонаводаи ту бегона нестанд ку. як чизи андаке тайёр мекунем, кифоя. мард гуфт: худо туро бубахшад. чаро аз дирӯз ба ман нагуфтӣ ки наметавонам ғизо омода кунам? охир ҳозир мерасанд меҳмонони ман чӣ кор мекунам? зан гуфт: ба онҳо занг бизан ва узрхоҳӣ кун, яъне ки имшаб наоянд. онҳо бегона нестанд ку, туро мефаҳманд. мард бо нороҳатӣ аз хона берун шуд. баъд аз чанд дақиқа дари хона тақ-тақ шуд ва зан рафта дарро боз кард ва падару модар, хоҳарону бародарони худашро дид ки дохили хона шуданд. падараш аз ӯ пурсид ки домод куҷост? зан гуфт: ҳамин ҳоло аз хона хориҷ шуд. падар гуфт: дирӯз шавҳарат хонаи мо омада моро барои ғизои шоми имшом даъват кард. магар мешавад ки дар хона набошад? зан ҳайрон ва парешон шуд ва фаҳмид ки ғизое ки бояд мепухт барои хонаводаи худаш буд, на хонаводаи шавҳараш. дарҳол ба шавҳараш занг зада ба ӯ гуфт ки чаро зудтар ба ман нагуфтӣ ки хонаводаи маро барои ғизои шом даъват карда будӣ? мард гуфт: хонаводаи ман бо хонаводаи ту фарқе бо ҳам надоранд.
مهمان عطای خداست. میبایست با خواهش و هوس تمام دسترخوان آماده نموده خوراک تیار میکرده. زن گفت خواهش میکنم، هیچ چیز در خانه نداریم، لطفاً زودتر بیا و همچنین خرید کرده بیا. مرد گفت جای کار دارم و به خانه دیر می آیم. اینها هم خانواده تو هستند. فرق نمی کند، یک چیزی اندکی تیار کن برایشان بده، همان طوری که می خواستی برای خانواده من بدهی. این درسی است برای تو که خانوادم را احترام بگذاری، پس با مردم همان طور معامله کن که برای خودت دوست داری. از تو یک ساعت جدایی خوش نمی آید مرا، با دیگر کس آشنایی خوش نمی آید مرا. گوییم رفت زین در و سلطانی وقتی خیش باش، بعدی سلطانی گدایی خوش نمی آید مرا. چاکرانت را نمی گویم که خاکی آن درم، خودستایی خوش نمی آید مرا. گفتمش در آبی عارض عکس رویت را نما، گفت هر دم خود نمایی خوش نمی آید مرا. از لبی لعلت نپرهیزم به دوری آن دو چشم، پیش مستان پارسایی خوش نمی آید مرا. منکری زهدم بر رویت تا نظر باز آمدم، پاک بازم من دغایی خوش نمی آید مرا. صوفیان گویند چون ما خیز و در رقصا کمال، حالتی وجدی ریایی خوش نمی آید مرا. آن سرویناز رفت به گلشن، نظر کنید در باغ گل برآمد و سوسن، نظر کنید. گل را ز شوق نکهت آن پیرهن چو من، صد داغی خون به گوشه دامن، نظر کنید. آتشکده است جان من از سوز سینه، آه دودی که درگذشت ز روزن، نظر کنید. او دیده است روشن اگر برقع افکند، ای عاشقان به دیده روشن، نظر کنید. آنها که می کنند لبت آرزو کمال، گو در حلاوتی سخنی من، نظر کنید.
یاری ما سروی بلند است، بگوییم بلند. نشانه های قیامت، علامت های روز قیامت هستند که ما هر روز دچار می شویم. شما و من امکانیت داریم که با آنها تصدیق کنیم که آنها نه تنها رخ می دهند بلکه زود زود تکرار می شوند که آنها آشنا هستند. این علامت ها مثلا با مناسبت های بین آدمان علاقمندند. نسل های بعدی، آنهایی که پیش از آنها بودند، مورد انتقاد قرار می گیرند. رابطه های عائلوی کنده می شود، باوری گم می شود. کلان سالان رحم را از دست خواهند داد و خرد سالان احترام را. تربیت فرزند از پرورش سگ مشکل تر خواهد بود. آدمان به دیگران از ترس ضرر از آنها توجه ظاهر می کنند. شماره آنهای افزایش خواهند یافت که به نظر دوست می تابند اما در اصل دشمنند. مرد به زن خود اطاعت کرده به مادرش اطاعت نمی کند و دوستان از او دیده به او نزدیکتر می شوند. ناراضگی و به احترامی نسبت همسایه ها پهن می شود. مهربانی و سخاوتمندی فراموش می شود. همه چیز برای پول فروخته می شود. آن چیزی که ما هر روز می بینیم آن را مجبور نمی کنند. برعکس، بیایید در خاطر نگاه داریم که در کجایی که جهان سراسیمه نباشد، ما برای کرده هایمان جواب میگوییم. حکیمی از محل میگذشت. مردی را دید که چاه میکند. به او گفت با صدق و مهارت زیاد چاه میکنی، پول زیاد میدهند. 3 تنگه. لیکن از این به خودم همگی 1 تنگه میرسد. 1 تاش را برای دادن قرض خرج میکنم و 2مش را قرض میدهم. پس چی ضرورت است که قرض بکنی و باز قرض دهی؟ پرسید حکیم. گپ در آن است که پدرم مرا تربیت کرد و پیر شد. اکنون من وظیفه دارم که او را سرپرستی نمایم و قرضم را بگردانم. به پسرم که هنوز خرد است و به تربیت نیاز دارد 1 تنگه می دهم، با امید آن که در پیری قرضش را برگرداند. ستون خاندان رفتی پدر جان، تو ای مرد زمان رفتی پدر جان. نمی بینم تو را در روی دنیا، به سوی آسمان رفتی پدر جان. غم این مادری پیرت نخوردی، ورا ماندی چیسان رفتی پدر جان. به یادت مادرم افتاده از پای، به 2 پای روان رفتی پدر جان. نکردی خاطر فرزندهایت، چو 1 نامهربان رفتی پدر جان. به زیر بار اندوه و ملامت بماندی خواهران رفتی پدر جان. همه یاران خود ماندی به غفلت،
تو از ما ناگهان رفتی پدر جان. بیا دنیا به من نامهربان است، انیسی مهربان رفتی پدر جان. تو خاموشی و من فریاد دارم، به دلباری گران رفتی پدر جان. ناید باورم که به تو ماندم، زی دردی به امان رفتی پدر جان. کنون حیران و زار و ناتوانم، تو ای تاب و توان رفتی پدر جان. سفر کردی تو از دنیای فانی، به سوی جاویدان رفتی پدر جان. ندیدم من زی پا افتادنت را، از این دنیا دوان رفتی پدر جان. جوانی مرا از یاد بردی، چرا از ما جوان رفتی پدر جان. چنار سبز باغ خانه بودی، نمیگویم خزان رفتی پدر جان. بدون تو شبم تاریک و سرد است، چو مه بر کهکشان رفتی پدر جان. همیشه با سری بالا تو بودی، نه با قدی کمان رفتی پدر جان. چیسان باور کنم مرگی تو ای وای، چی زود از این جهان رفتی پدر جان. تو ما را هدیه می کردی تبسم، ولی در دل غمان رفتی پدر جان. مدارم رفته از تن بی مدارم، مرا از تن چو جان رفتی پدر جان. بکامم هر چی گیرم تلخ زهر است، تو ای شیرین زبان رفتی پدر جان. تمام خاک دنیا بر سرم باد، به خاک تر نهان رفتی پدر جان. تحمل می کنم درد فراقت، که بهر امتحان رفتی پدر جان. که بهر امتحان رفتی. اگر دختر دوستت داشته است، همراهش مانند یک دختر کوچگی رفتار نکن. او برای پدر و مادرش یک ناموس است، به مادر و خواهرش یک دختری با عفت است. وقتی همراه هم صحبت میکنی، آوازم را به دوستانت نشنوان. وقتی که از من خواستی که با تو صورت بگیرم، به دوستانت عکسایم را نشان نده. نگو ببین چگونه دختری را در دست دارم. به من احترام داشته باش، مثل ناموس خودت. فرصت شد به طرف خانه میبری، مرد باش، چون که من به تو اعتماد کرده تو را مرد فکر کردم. مثل مرد بر سرم استادگری کن، خودت را به من نزدیک نکن. کار نکن که عزتم را پست کنی. دختر هستم، با یک گلم، جانم، عزیزم و قندم گفتنها هوایی می شوم. و اگر هوایی کردی، نگذار که زمین را ببینم. هر دختر عزت دارد، پس عزتم را مثل حرمت خواهرت نگهدار باش، چون که من هم خواهری یکی و دختری یکی هستم. شاید غرورم به مراتب بالاتر از تو باشد،
اگر واقعا هم دوست دانوار و رسما از من خواستگاری کن. اگر فقط به خاطر هوسرانیت کلمه دوستت می دارم را دام ساختی، از این کارت دست بردار. من بیراه نیستم، مرا تو بیراه نساز. همیشه این سخنان را در خاطرت نگه دار. روزی از روزها کودک مادرش را اذیت داد و او را خیلی آزار میداد. مادر گفت: به بیرون رو، خداوند جان تو را بگیرد. پسر از در بیرون رفت و مادر نمیدانست که شاید این دعا قبول شود. پسر شتابان بیرون رفت و وارد جاده شد. یکی از ماشین ها به او برخورد کرد. مادر صدای این صدمه را شنید. احساس کرد که چیزی در دلش میزند. پریشان حال بود. دلش میتپید و تمام بدنش را لرزه فرا گرفته بود. میترسید که پاره تنش را از دست بدهد. وقتی نگاه کرد دید که پسرش زندگی را پدرود گفته است. پس بر زمین افتاد و او را به بیمارستان بردند و به چند بیماری گرفتار شد و همیشه میگفت: من پسرم را کشتم، من پسرم را کشتم، بله من پسرم را کشتم. در حق فرزندان خویش همیشه دعای خیر نمایید و باور داشته باشید که دعای شما مستجاب می شود. کودک در شعبه جراحی جان به جان آفرین تسلیم می کرد و یکی از جراحان به گوش کودک نزدیک شده خواهش نمود: بچه جان، کلمه شهادت بخوان، جنتی می شوی. بچه سرش را جنبانید اما کلمه را به زبان نیاورد. جراح باز دویم باره سخت‌تر با آهنگ تنبیه تکرار نمود: بچم، سخنانم را رد نکن، کلمه را بگو. سخن آخرانی کسی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله باشد با او دوزخ حرام می گردد. کلمه را بگو. کودک خیلی از حال رفته بود و چشمانش آهسته محکم می شدند. در حالت جاندهی بود و باز سرش را جنبانید اما کلمه را باز هم به زبان نیاورد. در این وقت جراح سیوم باره از کودک التماس کلمه گفتن کرد: جان و جیگرم باشی، بچه جان، کلمه را به زبان آر، یکی دوزخی نگردی. بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. کودک تمام هستیش را جمع نموده کلمه را گفت: لا اله الا الله و محمدن رسول الله. پس از این کودک جان سپرید. کلمه گفتنی جگربندش را مادرش شنیده فریاد زنان گریه کرد. جراح از مادر کودک پرسید: برای چی فرزندتان وقتی 2 مرتبه مراجعت کردنم کلمه را به زبان نیاورد؟ مادر کودک با اشکان 6 قطار جواب داد: فرزندی من بی زبان بود، سخن گفته نمی توانست. شیطان میگوید: کسی که صدای اذان را شنیده نماز نخواند او پدری من است. اگر ثروت و نان را اسراف کند او برادری من است. اگر از امام پیشتر به رکوع رود او پسری من است. اگر به خاندانش مهمان آید و حرمت و احترام نکند او مادری من است. زنی که لباس برهنه پوشیده خود را در بین خلق نمایش می دهد او همسری با وفای من است.
زنی که از حد زیاد خود را آرا و تارا می دهد او معشوقه من است. اگر پیش از خوردن طعام بسم الله الرحمن الرحیم نگوید او آینده درخشان من است. کسی که به مال و ثروت دنیا داده شده آخرت خود را فراموش کرده است او فرزند من است. این گفته های مرا کسی به دیگران نرساند او دوستی وفاداری من است. اگر این گفته های مرا کسی به دیگران میرساند او دشمنی من است.